Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Persian ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می‌دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می‌کند؟ لطفاً به نوشته‌ای که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ فروش 3 سال گذشته شرکت و پیشبینی فروش در سال جاری را نشان می‌دهد و نمودار سمت راست سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می‌دهد. حالا لطفاً به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می‌دهد که فروش در 3 سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس لطفاً به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می‌دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم انصافاً مؤثر بودند. بله، اما فروش در ماه‌های می و سپتامبر به دلیل حراجی‌ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می‌کند؟ مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می‌دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می‌کند؟ لطفاً به نوشته‌ای که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ فروش 3 سال گذشته شرکت و پیشبینی فروش در سال جاری را نشان می‌دهد و نمودار سمت راست سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می‌دهد. حالا لطفاً به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می‌دهد که فروش در 3 سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس لطفاً به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می‌دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم انصافاً مؤثر بودند. بله، اما فروش در ماه‌های می و سپتامبر به دلیل حراجی‌ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. مردی به یک باشگاه ورزشی پیوسته و در مورد مقررات آن اطلاعات می‌گیرد. او چه نوع عضویتی را انتخاب خواهد کرد؟ اجازه بدهید با توضیح درباره انواع عضویت‌ها همانطور که در بروشور توضیح داده شده شروع کنم. اعضای معمولی می توانند از سالن ورزشی و استخر در هر ساعتی و در هر روزی از روزهای هفته استفاده کنند. اما ما عضویت صبح زود را هم پیشنهاد می دهیم که در آن افراد فقط می توانند صبح زود از امکانات استفاده کنند و عضویت شب برای افرادی که می خواهند فقط شب بیایند. چه ساعت‌هایی برای اعضای صبح زود است؟ اعضای صبح زود می توانند از 6 صبح تا 10 صبح و اعضای شب می توانند از 6 عصر تا 11 از امکانات استفاده کنند. فهمیدم. پس اعضای صبح زود می توانند در مسیری که به محل کارشان می روند توقفی کنند و از امکانات استفاده کنند. دقیقاً. نوع صبح زود برای افرادی که ساعت 9 تا 5 کار می کنند بسیار معمول است و ما همچنین می توانیم عضویت فقط برای سالن ورزشی یا فقط برای استخر هم ارائه بدهیم اگر شما بخواهید فقط از یکی از آنها استفاده کنید.
من میخواستم از هر دوی استخر و سالن ورزشی استفاده کنم. من فکر میکنم میخواهم از سالن ورزشی در طول هفته قبل از رفتن به محل کارم استفاده کنم و از استخر در روزهای تعطیل استفاده کنم. آیا شما عضویتی دارید که مثلا برای طول هفته صبح زود و برای آخر هفته ها تمام روز باشد؟ ما شرمنده ایم ولی عضویتی به این شکل نداریم آقا. باشه. من فکر نمی کنم که بتوانم آخر هفته ها صبح زود بیدار بشوم. پس من این نوع عضویت را انتخاب می کنم. او چه نوع عضویتی را انتخاب خواهد کرد؟ مردی به یک باشگاه ورزشی پیوسته و در مورد مقررات آن اطلاعات می‌گیرد. او چه نوع عضویتی را انتخاب خواهد کرد؟ اجازه بدهید با توضیح درباره انواع عضویت‌ها همانطور که در بروشور توضیح داده شده شروع کنم. اعضای معمولی می توانند از سالن ورزشی و استخر در هر ساعتی و در هر روزی از روزهای هفته استفاده کنند. اما ما عضویت صبح زود را هم پیشنهاد می دهیم که در آن افراد فقط می توانند صبح زود از امکانات استفاده کنند و عضویت شب برای افرادی که می خواهند فقط شب بیایند. چه ساعتهایی برای اعضای صبح زود است؟ اعضای صبح زود می توانند از 6 صبح تا 10 صبح و اعضای شب می توانند از 6 عصر تا 11 از امکانات استفاده کنند. فهمیدم. پس اعضای صبح زود می توانند در مسیری که به محل کارشان می روند توقفی کنند و از امکانات استفاده کنند. دقیقاً. نوع صبح زود برای افرادی که ساعت 9 تا 5 کار می کنند بسیار معمول است و ما همچنین می توانیم عضویت فقط برای سالن ورزشی یا فقط برای استخر هم ارائه بدهیم. اگر شما بخواهید فقط از یکی از آنها استفاده کنید. من میخواستم از هر دوی استخر و سالن ورزشی استفاده کنم. من فکر میکنم میخواهم از سالن ورزشی در طول هفته قبل از رفتن به محل کارم استفاده کنم و از استخر در روزهای تعطیل استفاده کنم. آیا شما عضویتی دارید که مثلا برای طول هفته صبح زود و برای آخر هفته ها تمام روز باشد؟ ما شرمنده ایم ولی عضویتی به این شکل نداریم آقا. باشه. من فکر نمی کنم که بتوانم آخر هفته ها صبح زود بیدار بشوم. پس من این نوع عضویت را انتخاب می کنم. زنی با مردی که برای یک شرکت چاپ برون سپاری شده کار می کند، در مورد بروشوری که در رابطه با محصول جدید است، گفتگو می کند. آخرین مهلت برای پیشنویس طرح اولیه بروشور چه زمانی است؟ ما تصمیم داریم که محصول جدید را 15 اکتبر عرضه کنیم و ما می خواهیم قرارداد تهیه بروشور را به شما پیشنهاد بدهیم. خیلی متشکرم. ما واقعا خوشحال می شویم که به شما در انجام این پروژه کمک کنیم. در نتیجه ممکن است در مورد برنامه کمی بیشتر به ما بگویید؟ خب، با در نظر گرفتن زمان لازم برای چاپ، ما می‌خواهیم بروشورها را تا آخر سپتامبر به مرحله چاپ برسانیم. پس آیا برای شما امکان دارد که پیشنویس طرح اولیه را تا اواسط آگوست به ما بدهید؟ خب، ما می خواهیم 3 طرح پیشنهادی برای اولین پیشنویس به شما ارائه بدهیم و سپس شما باید یکی از آنها که به تصور کلی شما نزدیکتر است را انتخاب کنید. بعد ما طرح نهایی را بر اساس انتخاب شما آماده می کنیم. پس کمک بزرگی برای ما خواهد بود که شما برای این مرحله 2 هفته بیشتر به ما زمان بدهید. باشد. شاید 1 ماه برای انتخاب یکی از طرح‌هایی که شما آماده کرده اید کافی باشد تا برای طرح نهایی تصمیم بگیریم. خب، ما روی شما حساب می‌کنیم. نگران نباشید. تیم طراحی ما بهترین است. خیلی متشکرم. آخرین مهلت برای پیشنویس طرح اولیه بروشور چه زمانی است؟ زنی با مردی که برای یک شرکت چاپ برون سپاری شده کار می کند، در مورد بروشوری که در رابطه با محصول جدید است، گفتگو می کند.
آخرین مهلت برای پیشنویس طرح اولیه بروشور چه زمانی است؟ ما تصمیم داریم که محصول جدید را 15 اکتبر عرضه کنیم و ما می‌خواهیم قرارداد تهیه بروشور را به شما پیشنهاد بدهیم. خیلی متشکرم. ما واقعا خوشحال می‌شویم که به شما در انجام این پروژه کمک کنیم. در نتیجه ممکن است در مورد برنامه کمی بیشتر به ما بگویید؟ خب، با در نظر گرفتن زمان لازم برای چاپ، ما می‌خواهیم بروشورها را تا آخر سپتامبر به مرحله چاپ برسانیم. پس آیا برای شما امکان دارد که پیشنویس طرح اولیه را تا اواسط آگوست به ما بدهید؟ خب، ما می‌خواهیم 3 طرح پیشنهادی برای اولین پیشنویس به شما ارائه بدهیم و سپس شما باید یکی از آنها که به تصور کلی شما نزدیکتر است را انتخاب کنید. بعد ما طرح نهایی را بر اساس انتخاب شما آماده می‌کنیم. پس کمک بزرگی برای ما خواهد بود که شما برای این مرحله 2 هفته بیشتر به ما زمان بدهید. باشد. شاید 1 ماه برای انتخاب یکی از طرح‌هایی که شما آماده کرده اید کافی باشد تا برای طرح نهایی تصمیم بگیریم. خب، ما روی شما حساب می‌کنیم. نگران نباشید. تیم طراحی ما بهترین است. خیلی متشکرم. زنی برای رزرو کردن یک نمایش تماس می‌گیرد. کدام 2 جایگاه را گرفت؟ سلام. سالن نمایش بلک فریزر. می توانم به شما کمک کنم؟ من می‌خواستم 2 بلیط برای شاهلیر برای ساعت 5:30 امروز عصر بگیرم. آیا هنوز جا دارد؟ ما هنوز تعدادی جای خالی داریم و متاسفم که باید بگویم جایگاه‌های کنار هم نداریم. اگر برای شما مهم نیست، می توانم 2 جایگاه جدا از هم به شما بدهم. باشد، مهم نیست. آیا شما درخواست به خصوصی داری؟ خب، آیا شما جایگاه کنار راهرو دارید؟ بله، ما یک جایگاه کنار راهرو در سمت چپ قسمت مرکزی داریم و در سمت راست آن 3 جایگاه آن طرفتر یک جای خالی داریم. به طرف گوشه؟ خب، پس همین را رزرو کنید لطفاً. حتما. در مورد آن یکی چطور؟ آیا جایگاه نزدیک به وسط دارید؟ تنها جایگاه باقی مانده در وسط ردیف‌های اول تا سوم هستند. من خیلی دوست ندارم که بازیگران روی من توف کنند. پس این محل نسبتاً کوچک است و من فکر می کنم شما در یک گوشه از ردیف آخر بتوانید از نمایش لذت ببرید. اینطور است. پس من آنکه در سمت چپ بود و شما قبلا به آن اشاره کردید را میگیرم. کدام 2 جایگاه را گرفت؟ زنی برای رزرو کردن یک نمایش تماس میگیرد. کدام 2 جایگاه را گرفت؟ سلام. سالن نمایش بلک فریزر. می توانم به شما کمک کنم؟ من میخواستم 2 بلیط برای شاهلیر برای ساعت 5:30 امروز عصر بگیرم. آیا هنوز جا دارد؟ ما هنوز تعدادی جای خالی داریم و متاسفم که باید بگویم جایگاه‌های کنار هم نداریم. اگر برای شما مهم نیست، می توانم 2 جایگاه جدا از هم به شما بدهم. باشد، مهم نیست. آیا شما درخواست به خصوصی داری؟ خب، آیا شما جایگاه کنار راهرو دارید؟ بله، ما یک جایگاه کنار راهرو در سمت چپ قسمت مرکزی داریم و در سمت راست آن 3 جایگاه آن طرفتر یک جای خالی داریم. به طرف گوشه؟ خب، پس همین را رزرو کنید لطفاً. حتما. در مورد آن یکی چطور؟ آیا جایگاه نزدیک به وسط دارید؟ تنها جایگاه باقی مانده در وسط ردیف‌های اول تا سوم هستند. من خیلی دوست ندارم که بازیگران روی من توف کنند. پس این محل نسبتاً کوچک است و من فکر می کنم شما در یک گوشه از ردیف آخر بتوانید از نمایش لذت ببرید. اینطور است. پس من آنکه در سمت چپ بود و شما قبلا به آن اشاره کردید را میگیرم.
زن و مرد در حال صحبت درباره ارائه‌ای که فردا در شرکتشان خواهند داشت هستند. زن چه چیزی را باید بعد از اتمام صحبت‌هایشان چک کند؟ خب، من فکر می کنم ما برای ارائه فردا آماده هستیم. فقط چند چیز دیگر. جلسه قرار است دقیقاً ساعت 9 شروع شود. پس آیا ما می توانیم امروز محل جلسه را یک بار دیگر بررسی کنیم؟ خب، من قبلا محل را بررسی کردم. چه خوب! آیا شما مطمئن هستید که پروژکتور درست کار می کند؟ اوه، من میخواستم پروژکتور را فردا که لپتاپم همراهم است بررسی کنم. نه، ما باید آن را امروز بررسی کنیم. اگر مشکلی داشته باشد، ما فردا وقت نداریم که به آن رسیدگی کنیم. پس امروز از درست کار کردن آن مطمئن شوید. این مهمترین چیز است. خب؟ انجام میدهم. و آیا از نوشته ها کپی گرفته اید؟ خانم تاناکا الان دارد انجام میدهد. بگذار ببینم. دیگر چه؟ او، آیا شما وایت بورد را بررسی کرده اید؟ بله، کردم. بعضی اوقات قلم ها جوهر کافی ندارند. آیا شما توانستید آنها را امتحان کنید؟ هنوز نه، ولی بعدا آن را چک کرده و مطمئن خواهم شد. بله. لطفاً امروز آن را چک کرده و مطمئن شوید. زن چه چیزی را باید بعد از اتمام صحبت‌هایشان چک کند؟ زن و مرد در حال صحبت درباره ارائه‌ای که فردا در شرکتشان خواهند داشت هستند. زن چه چیزی را باید بعد از اتمام صحبت‌هایشان چک کند؟ خب، من فکر می کنم ما برای ارائه فردا آماده هستیم. فقط چند چیز دیگر. جلسه قرار است دقیقاً ساعت 9 شروع شود. پس آیا ما می توانیم امروز محل جلسه را یک بار دیگر بررسی کنیم؟ خب، من قبلا محل را بررسی کردم. چه خوب! آیا شما مطمئن هستید که پروژکتور درست کار می کند؟ اوه، من میخواستم پروژکتور را فردا که لپتاپم همراهم است بررسی کنم. نه، ما باید آن را امروز بررسی کنیم. اگر مشکلی داشته باشد، ما فردا وقت نداریم که به آن رسیدگی کنیم. پس امروز از درست کار کردن آن مطمئن شوید. این مهمترین چیز است. خب؟ انجام میدهم. و آیا از نوشته ها کپی گرفته اید؟ خانم تاناکا الان دارد انجام میدهد. بگذار ببینم. دیگر چه؟ او، آیا شما وایت بورد را بررسی کرده اید؟ بله، کردم. بعضی اوقات قلم ها جوهر کافی ندارند. آیا شما توانستید آنها را امتحان کنید؟ هنوز نه، ولی بعدا آن را چک کرده و مطمئن خواهم شد. بله. لطفاً امروز آن را چک کرده و مطمئن شوید. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. یک خانم و آقا در حال انتخاب هتل هستند. کدام هتل را قصد دارند انتخاب کنند؟ ما باید برای سفر ماه آینده در مورد هتل تصمیم بگیریم. باشه. بگذار اینترنت رو چک کنیم. هتل اوشن نزدیک ساحل است. قیمت آن شبی $120 برای یک نفر است. همراه با صبحانه. نظرت در مورد هتل پاین چیه؟ شبی $80. من نمیخواهم برای اقامت پول زیادی خرج کنم. ولی هتل پاین از ساحل و شهر خیلی دوره و همچنین بابت اینترنت وای فای باید پول پرداخت کرد. سانرایز هتل چطوره؟ معمولاً شبی $140. ولی الان تخفیف میدهند و ما میتونیم با شبی $90 اقامت کنیم. بین ساحل و شهر واقع شده. به علاوه اینترنت وای فای مجانی هم داره. خیلی خوبه. اوه، صبر کن. این شرایط فقط مربوط به هفته آینده میشه. اوه، متوجهش نشده بودم. خب، اینجا چطوره؟ هتل رویال در مرکز شهر واقع شده و شبی $100. اتاقش زیاد خوشگل به نظر نمیرسه، ولی اینترنت وای فای مجانی داره. باشه، همینو رزرو میکنیم. اوه، قبلا پر شده. حیف شد.
پس فکر میکنم که همون اولی از همه بهتر باشه. پر شده؟ نه، هنوز پر نشده. عالیه. کدام هتل رو قصد دارند انتخاب کنند؟ یک خانم و آقا در حال انتخاب هتل هستند. کدام هتل رو قصد دارند انتخاب کنند؟ ما باید برای سفر ماه آینده در مورد هتل تصمیم بگیریم. باشه. بگذار اینترنت رو چک کنیم. هتل اوشن نزدیک ساحل است. قیمت آن شبی $120 برای یک نفر است. همراه با صبحانه. نظرت در مورد هتل پاین چیه؟ شبی $80. من نمیخواهم برای اقامت پول زیادی خرج کنم. ولی هتل پایین از ساحل و شهر خیلی دوره و همچنین بابت اینترنت وای فای باید پول پرداخت کرد. سانرایز هتل چطوره؟ معمولاً شبی $140. ولی الان تخفیف میدهند و ما میتونیم با شبی $90 اقامت کنیم. بین ساحل و شهر واقع شده. به علاوه اینترنت وای فای مجانی هم داره. خیلی خوبه. اوه، صبر کن. این شرایط فقط مربوط به هفته آینده میشه. اوه، متوجهش نشده بودم. خب، اینجا چطوره؟ هتل رویال در مرکز شهر واقع شده و شبی $100. اتاقش زیاد خوشگل به نظر نمیرسه، ولی اینترنت وای فای مجانی داره. باشه، همینو رزرو میکنیم. اوه، قبلا پر شده. حیف شد. پس فکر میکنم که همون اولی از همه بهتر باشه. پر شده؟ نه، هنوز پر نشده. عالیه. خانم و آقای در حال صحبت در مورد طراحی اتاق ملاقات هستند. چطوری میخواهند میزها را مرتب کنند؟ بیا میزها رو برای ملاقات فردا مرتب کنیم. باشه. آیا باید همه میزها رو در مرکز اتاق بگذاریم که همه دور آن بنشینند و روبروی همدیگر باشند؟ نه، قراره که اولش به صورت گروهی باشه. پس میزها رو به 4 گروه تقسیم میکنیم. 4 نفر در هر گروه قرار میگیرند. باشه. من دفترچه یادداشت و خودکار روی هر میز میگذارم. ممنون. یک توضیح کوتاه قبل از شروع با استفاده از پروژکتور خواهیم داشت. بنابراین به یک پروژکتور در اینجا نیاز داریم. خب، همچنین میخوایم از تخته سفید استفاده کنیم، درسته؟ خوبه اگه تخته سفید رو کنار صفحه بگذاریم؟ خب، اگه تخت سفید رو سمت مقابل صفحه قرار بدیم چطور؟ بیا اونو قسمت عقب اتاق بذاریم. متوجه شدم. و یادت باشه که همه چیز رو بعد از جلسه سر جای اولش برگردونیم. 2 تا میز رو کنار هم قرار بده و در 4 ردیف مرتب کن. چطوری میخواهند میزها را مرتب کنند؟ خانم و آقای در حال صحبت در مورد طراحی اتاق ملاقات هستند. چطوری میخواهند میزها را مرتب کنند؟ بیا میزها رو برای ملاقات فردا مرتب کنیم. باشه. آیا باید همه میزها رو در مرکز اتاق بگذاریم که همه دور آن بنشینند و روبروی همدیگر باشند؟ نه، قراره که اولش به صورت گروهی باشه. پس میزها رو به 4 گروه تقسیم میکنیم. 4 نفر در هر گروه قرار میگیرند. باشه. من دفترچه یادداشت و خودکار روی هر میز میگذارم. ممنون. یک توضیح کوتاه قبل از شروع با استفاده از پروژکتور خواهیم داشت. بنابراین به یک پروژکتور در اینجا نیاز داریم. خب، همچنین میخوایم از تخته سفید استفاده کنیم، درسته؟ خوبه اگه تخته سفید رو کنار صفحه بگذاریم؟ خب، اگه تخت سفید رو سمت مقابل صفحه قرار بدیم چطور؟ بیا اونو قسمت عقب اتاق بذاریم. متوجه شدم. و یادت باشه که همه چیز رو بعد از جلسه سر جای اولش برگردونیم. 2 تا میز رو کنار هم قرار بده و در 4 ردیف مرتب کن. خانم و آقای در مورد نیازهای محل کار صحبت می کنند. آقا چه چیزی سفارش میده؟
باید موجودی دفتر رو چک کنی و مواردی رو که بهشون احتیاج داری ماهی یک بار سفارش بدهی. بیا این بار با هم از روی لیست چک کنیم. ممنونم. پس بیا با کاغذ شروع کنیم. به نظر میرسه فقط یک بسته باقی مونده. ما روزانه کاغذ زیاد مصرف می‌کنیم. پس بیا 2 بسته دیگه سفارش بدهیم. باشه، جوهر رنگی پرینتر هم تموم شده. دوباره باید سفارش بدیم؟ اوه، اون مشکل ایجاد نمی‌کنه چون ما مدارک رو رنگی پرینت نمی‌کنیم. نمی کنید؟ باشه، انگار بعضی از ماژیک های تخت سفید جوهرشون کم شده. بله، اونها باید عوض بشوند. اگه به صورت 5 تایی سفارش بدهیم تخفیف می‌گیریم. بنابراین همین کار رو می‌کنیم. باشه، حالا میشه همزمان یک موس هم سفارش بدیم؟ موس من خوب کار نمیکنه. خب، من فکر می‌کنم که باتریش تموم شده. بیا مقدار باتری‌های انبار رو چک کنیم و اگه مقدار زیادی باقی نمونده باشه سفارش بدهیم. حتما. خب، اینجا 3 تا باتری داریم. تو میتونی 2 تا از اینها رو برای موست برداری، ولی یک بسته باتری 6 تایی برای جایگزین کردن بخر. آقا چه چیزی سفارش میده؟ خانم و آقایی در مورد نیازهای محل کار صحبت می کنند. آقا چه چیزی سفارش میده؟ باید موجودی دفتر رو چک کنی و مواردی رو که بهشون احتیاج داری ماهی یک بار سفارش بدهی. بیا این بار با هم از روی لیست چک کنیم. ممنونم. پس بیا با کاغذ شروع کنیم. به نظر میرسه فقط یک بسته باقی مونده. ما روزانه کاغذ زیاد مصرف می کنیم. پس بیا 2 بسته دیگه سفارش بدهیم. باشه، جوهر رنگی پرینتر هم تموم شده. دوباره باید سفارش بدیم؟ اوه، اون مشکل ایجاد نمیکنه چون ما مدارک رو رنگی پرینت نمی کنیم. نمی کنید؟ باشه، انگار بعضی از ماژیک های تخت سفید جوهرشون کم شده. بله، اونها باید عوض بشوند. اگه به صورت 5 تایی سفارش بدهیم تخفیف میگیریم. بنابراین همین کار رو میکنیم. باشه، حالا میشه همزمان یک موس هم سفارش بدیم؟ موس من خوب کار نمیکنه. خب، من فکر میکنم که باتریش تموم شده. بیا مقدار باتری های انبار رو چک کنیم و اگه مقدار زیادی باقی نمونده باشه سفارش بدهیم. حتما. خب، اینجا 3 تا باتری داریم. تو میتونی 2 تا از اینها رو برای موست برداری، ولی یک بسته باتری 6 تایی برای جایگزین کردن بخر. خانومی در حال سوال کردن از آقایی در یک مرکز ملاقات در مورد اینکه چطور به فرودگاه برود می باشد. بعد از آن به کجا می رود؟ ببخشید، میخواستم برم فرودگاه. میشه بگید چطوری باید برم؟ حتما. راه‌های متعددی برای رفتن هست. اگه اتوبوس شماره 1 رو استفاده کنید، حدود 1.5 ساعت تا فرودگاه طول میکشه. ولی قیمت آن از همه ارزونتره. اگه اتوبوس شماره 2 رو استفاده کنید، حدود 50 دقیقه طول میکشه. چون که یک اتوبوس بدون توقف است. ولی هر ساعت فقط یک بار حرکت میکند. یک کمی گرونتره. متوجه شدم. تاکسی چطور؟ بله، محل توقف تاکسی ها جلوی این مرکز ملاقات است و حدود 1 ساعت طول میکشه. ولی خیلی از اتوبوس گرونترند چون که از اتوبان استفاده می کنند و برای چمدان بزرگ هم پول می گیرند. اوه، انتظارشو نداشتم. برای من خیلی گرونه. ضمناً، آیا از مرکز خرید در زمان اقامتتون چیزی خریدید؟ اونها دارای یک سرویس اتوبوس شاتل از مرکز خرید تا فرودگاه برای مشتری هایی که خرید کردن می باشند. وای، من نمیدونستم. هنوز خرید نکردم. اما میخواستم به هر حال سوغاتی بخرم. پس میتونی از سرویسشون استفاده کنی. بعد از آن به کجا می رود؟ خانمی در حال سوال کردن از آقایی در یک مرکز ملاقات در مورد اینکه چطور به فرودگاه برود می باشد. بعد از آن به کجا می رود؟ ببخشید، میخواستم برم فرودگاه. میشه بگید چطوری باید برم؟ حتماً.
راه‌های متعددی برای رفتن هست. اگه اتوبوس شماره 1 رو استفاده کنید، حدود 1.5 ساعت تا فرودگاه طول میکشه. ولی قیمت آن از همه ارزونتره. اگه اتوبوس شماره 2 رو استفاده کنید، حدود 50 دقیقه طول میکشه. چون که یک اتوبوس بدون توقف است. ولی هر ساعت فقط یک بار حرکت میکند. یک کمی گرونتره. متوجه شدم. تاکسی چطور؟ بله، محل توقف تاکسی ها جلوی این مرکز ملاقات است و حدود 1 ساعت طول میکشه. ولی خیلی از اتوبوس گرونترند چون که از اتوبان استفاده میکنند و برای چمدان بزرگ هم پول میگیرند. اوه، انتظارشو نداشتم. برای من خیلی گرونه. ضمناً، آیا از مرکز خرید در زمان اقامتتون چیزی خریدید؟ اونها دارای یک سرویس اتوبوس شاتل از مرکز خرید تا فرودگاه برای مشتری‌هایی که خرید کرده‌اند میباشند. وای، من نمیدونستم. هنوز خرید نکردم. اما میخواستم به هر حال سوغاتی بخرم. پس میتونی از سرویسشون استفاده کنی. خانمی مشغول صحبت با یک تهیه کننده از طریق تلفن است. خانم چه چیزی میخواهد بگیرد؟ میخواستم که تعدادی پلیور برای فروش ماه بعد به موقع درست و به دستم برسونید. بله، چی لازم دارید؟ 1000 تا از پلیورهای قرمز سایز کوچک و 400 تا پلیور قرمز سایز متوسط و همچنین 600 تا از پلیورهای سبز سایز کوچک و 200 تا پلیور سبز رنگ سایز متوسط تا انتهای این ماه. پلوورهای قرمز و سبز. در حقیقت نخ سبزمون در حال تموم شدن است و باید از تهیه کننده های دیگر بگیریم. اول پلوورهای قرمز رو درست میکنیم. نه. ما باید پلیورهای قرمز و سبز رو با هم بفرستیم. پس لطفاً هر چقدر که میتونید از پلیورهای سبز درست کنید. باشه. فکر میکنم بتونیم 200 تا پلوور سبز در حال حاضر درست کنیم. چه سایزی رو اول لازم دارید؟ سایز کوچک رو اول لازم داریم. برای این یادآوری کوتاه عذر میخواهم. ولی ما واقعاً به کمک شما احتیاج داریم. حتما. ما تمام تلاشمون رو میکنیم. خانم چه چیزی میخواهد بگیرد؟ خانمی مشغول صحبت با یک تهیه کننده از طریق تلفن است. خانم چه چیزی میخواهد بگیرد؟ میخواستم که تعدادی پلیور برای فروش ماه بعد به موقع درست و به دستم برسونید. بله، چی لازم دارید؟ 1000 تا از پلیورهای قرمز سایز کوچک و 400 تا پلیور قرمز سایز متوسط و همچنین 600 تا از پلیورهای سبز سایز کوچک و 200 تا پلیور سبز رنگ سایز متوسط تا انتهای این ماه. پلوورهای قرمز و سبز. در حقیقت نخ سبزمون در حال تموم شدن است و باید از تهیه کننده های دیگر بگیریم. اول پلوورهای قرمز رو درست میکنیم. نه. ما باید پلیورهای قرمز و سبز رو با هم بفرستیم. پس لطفاً هر چقدر که میتونید از پلیورهای سبز درست کنید. باشه. فکر میکنم بتونیم 200 تا پلوور سبز در حال حاضر درست کنیم. چه سایزی رو اول لازم دارید؟ سایز کوچک رو اول لازم داریم. برای این یادآوری کوتاه عذر میخواهم. ولی ما واقعاً به کمک شما احتیاج داریم. حتما. ما تمام تلاشمون رو میکنیم. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. یک خانم در مورد سامانه گردش کتاب در کتابخانه سوال می‌پرسد. آنها هر بار چند کتاب امانت می‌دهند؟ ببخشید، آیا می توانید به من طرز امانت گرفتن کتاب را نشان بدهید؟ آیا اولین بار است که از این کتابخانه استفاده می کنید؟ بله. بسیار خوب. پس من قوانین را به شما توضیح خواهم داد. در این کتابخانه به ازای هر شخص می توانید تا سقف 6 کتاب و 5 CD یا DVD امانت بگیرید. اما در مجموع فقط می توانید تا سقف 6 قلم امانت بگیرید. مدت امانت 2 هفته است
و اگر می خواهید این مدت را تمدید کنید، لطفاً قبل از اتمام موعد اقدام کنید. آیا می توانم مجله و روزنامه هم امانت بگیرم؟ نمی توانید روزنامه امانت بگیرید، ولی مجلات بجز شماره آخرشان در دسترس هستند. آیا می توانم کتاب‌ها را از طریق پست برگردانم؟ ما عودت از طریق پست را نمیپذیریم. لطفاً برای پس دادن کتاب‌ها به کتابخانه بیایید. بعد از اتمام ساعات کاری می توانید آنها را در صندوق کتاب‌های بازگشتی کنار ورودی کتابخانه بیاندازید. که اینطور. خیلی ممنون. آنها هر بار چند کتاب امانت می دهند؟ یک خانم در مورد سامانه گردش کتاب در کتابخانه سوال می پرسد. آنها هر بار چند کتاب امانت می دهند؟ ببخشید، آیا می توانید به من طرز امانت گرفتن کتاب را نشان بدهید؟ آیا اولین بار است که از این کتابخانه استفاده می کنید؟ بله. بسیار خوب. پس من قوانین را به شما توضیح خواهم داد. در این کتابخانه به ازای هر شخص می توانید تا سقف 6 کتاب و 5 CD یا DVD امانت بگیرید. اما در مجموع فقط می توانید تا سقف 6 قلم امانت بگیرید. مدت امانت 2 هفته است و اگر می خواهید این مدت را تمدید کنید، لطفاً قبل از اتمام موعد اقدام کنید. آیا می توانم مجله و روزنامه هم امانت بگیرم؟ نمی توانید روزنامه امانت بگیرید، ولی مجلات بجز شماره آخرشان در دسترس هستند. آیا می توانم کتاب‌ها را از طریق پست برگردانم؟ ما عودت از طریق پست را نمیپذیریم. لطفاً برای پس دادن کتاب‌ها به کتابخانه بیایید. بعد از اتمام ساعات کاری می توانید آنها را در صندوق کتاب‌های بازگشتی کنار ورودی کتابخانه بیاندازید. که اینطور. خیلی ممنون. یک مرد طرح بیمه مسافرتی خود را انتخاب می کند. او کدام یک از طرح‌ها را انتخاب خواهد کرد؟ این سفر چه نوع مسافرتی است؟ هدف اصلی غواصی است. چون قصد دارم تجهیزات خودم را ببرم، نگران دزدیده شدن آنها موقع غواصی هستم. که اینطور. بیمه سرقت در تمام طرح‌های ما گنجانده شده است، اما از آنجا که تجهیزات غواصی خاص هستند، تنها طرح آ آنها را پوشش می‌دهد. یا اینکه می توانید یک قرارداد ویژه در رابطه با تجهیزات غواصی را به سایر طرح‌ها اضافه کنید. طرح A گرانترین طرح است. درست است؟ طرح B و C چه تفاوتی با هم دارند؟ بسیار خوب. برای این مثال اگر در بیمارستانی در یک کشور خارجی بستری شوید، طرح B هزینه بلیط هواپیمای خانوادهتان را برای عیادت از شما پوشش می دهد، در حالی که طرح C این امکان را ندارد. که اینطور. آیا اگر قرارداد ویژه برای تجهیزات غواصی را به طرح B و C اضافه کنم، از طرح A گرانتر خواهد شد؟ این کار طرح B را کمی گرانتر می کند، ولی طرح C کمی ارزانتر خواهد شد. بسیار خوب. راستی، آیا طرحی هست که ارزانتر از طرح C باشد؟ بله، طرح D هم داریم، اما این طرح هزینه اسکان شما را در صورت تأخیر در پروازتان پوشش نمی دهد. بنابراین ما این طرح را توصیه نمی کنیم. که اینطور. قبول دارم که به پوشش هزینه اسکان نیاز دارم. ولی فکر نمی کنم به پوشش هزینه بلیت خانواده هم احتیاجی داشته باشم. بنابراین این طرح را به همراه قرارداد ویژه انتخاب می کنم. او کدام یک از طرح‌ها را انتخاب خواهد کرد؟ یک مرد طرح بیمه مسافرتی خود را انتخاب می کند. او کدام یک از طرح‌ها را انتخاب خواهد کرد؟ این سفر چه نوع مسافرتی است؟ هدف اصلی غواصی است. چون قصد دارم تجهیزات خودم را ببرم، نگران دزدیده شدن آنها موقع غواصی هستم. که اینطور. بیمه سرقت در تمام طرح‌های ما گنجانده شده است، اما از آنجا که تجهیزات غواصی خاص هستند، تنها طرح آ آنها را پوشش می‌دهد.
یا اینکه می توانید یک قرارداد ویژه در رابطه با تجهیزات غواصی را به سایر طرح‌ها اضافه کنید. طرح A گرانترین طرح است. درست است؟ طرح B و C چه تفاوتی با هم دارند؟ بسیار خوب. برای این مثال اگر در بیمارستانی در یک کشور خارجی بستری شوید، طرح B هزینه بلیط هواپیمای خانوادهتان را برای ایادت از شما پوشش می دهد، در حالی که طرح C این امکان را ندارد. که اینطور. آیا اگر قرارداد ویژه برای تجهیزات غواصی را به طرح B و C اضافه کنم، از طرح A گرانتر خواهد شد؟ این کار طرح B را کمی گرانتر می کند، ولی طرح C کمی ارزانتر خواهد شد. بسیار خوب. راستی، آیا طرحی هست که ارزانتر از طرح C باشد؟ بله، طرح دی هم داریم، اما این طرح هزینه اسکان شما را در صورت تأخیر در پروازتان پوشش نمی‌دهد. بنابراین ما این طرح را توصیه نمی‌کنیم. که اینطور. قبول دارم که به پوشش هزینه اسکان نیاز دارم. ولی فکر نمی کنم به پوشش هزینه بلیت خانواده هم احتیاجی داشته باشم. بنابراین این طرح را به همراه قرارداد ویژه انتخاب می کنم. خانومی به رئیسش در مورد نتایج پرسشنامه گزارش می‌دهد. کدام نمودار کارکنان شعبه بی را نشان می‌دهد؟ هفته گذشته از 200 نفر از کارکنان خواستیم تا به پرسشنامه‌ای درباره عادتهای مربوط به تناسب اندام خود پاسخ دهند. سوال در مورد تعداد ساعات ورزش آنها در یک هفته بود و این نتیجه پرسشنامه است. آیا نتایج شعبه A و شعبه B را جداگانه محاسبه کردید؟ بله و ما 4 گزینه داشتیم. کمتر از 1 ساعت، حدود 1 تا 2 ساعت، حدود 3 تا 5 ساعت و 6 ساعت یا بیشتر. بنابراین هر دو شعبه گزینه حدود 1 تا 2 ساعت را بیش از سایر گزینه‌ها انتخاب کرده اند. بله، دومین پاسخ پرتداد در شعبه A حدود 3 تا 5 ساعت و در شعبه B 6 ساعت یا بیشتر بود. حتی 10% کارکنان شعبه B هم بیش از 6 ساعت ورزش نمی کنند. همینطور است. من داشتم به برگزاری یک رویداد ورزشی فکر می کردم که هر کسی بتواند به راحتی در آن شرکت کند. فکر خیلی خوبی است. به کارکنان فرصت خوبی هم برای برقراری ارتباط با یکدیگر خواهد داد. این را به عهده شما می‌گذارم. بسیار خوب. تمام تلاشم را خواهم کرد. کدام نمودار کارکنان شعبه B را نشان می دهد؟ خانومی به رئیسش در مورد نتایج پرسشنامه گزارش می دهد. کدام نمودار کارکنان شعبه B را نشان می دهد؟ هفته گذشته از 200 نفر از کارکنان خواستیم تا به پرسشنامه‌ای درباره عادتهای مربوط به تناسب اندام خود پاسخ دهند. سوال در مورد تعداد ساعات ورزش آنها در یک هفته بود و این نتیجه پرسشنامه است. آیا نتایج شعبه A و شعبه B را جداگانه محاسبه کردید؟ بله و ما 4 گزینه داشتیم. کمتر از 1 ساعت، حدود 1 تا 2 ساعت، حدود 3 تا 5 ساعت و 6 ساعت یا بیشتر. بنابراین هر دو شعبه گزینه حدود 1 تا 2 ساعت را بیش از سایر گزینه‌ها انتخاب کرده اند. بله، دومین پاسخ پرتداد در شعبه A حدود 3 تا 5 ساعت و در شعبه B 6 ساعت یا بیشتر بود. حتی 10% کارکنان شعبه B هم بیش از 6 ساعت ورزش نمی کنند. همینطور است. من داشتم به برگزاری یک رویداد ورزشی فکر می کردم که هر کسی بتواند به راحتی در آن شرکت کند. فکر خیلی خوبی است. به کارکنان فرصت خوبی هم برای برقراری ارتباط با یکدیگر خواهد داد. این را به عهده شما می‌گذارم. بسیار خوب. تمام تلاشم را خواهم کرد. یک دانشجوی پسر و یک دانشجوی دختر در حال صحبت کردن در مورد فعالیت‌های داوطلبانه‌اند. آنها به کدام یک از فعالیت‌ها خواهند پیوست؟ شنیدم در این کلاس باید به یکی از فعالیت‌های داوطلبانه ملحق شویم و درباره آن گزارشی بنویسیم. می توانیم هر فعالیتی را که دوست داریم انتخاب کنیم.
درست است؟ تو چه کار می‌خواهی بکنی؟ من هنوز تصمیم نگرفتم. من به بهزیستی علاقه دارم و همچنین میخواهم با دیگران ارتباط برقرار کنم. تو فعالیتی را انتخاب کرده ای؟ هنوز نه. من به مسائل زیست محیطی علاقه دارم. بنابراین به دنبال فعالیتی مثل پیوستن به گروه‌های حفاظت از طبیعت هستم. مثل جمع‌آوری زباله؟ خب آن هم خوب است. اما من فعالیت‌های گروهی را به فردی ترجیح می‌دهم. شاید مثلا جایی که بتوانم کمی تجربه رهبری کسب کنم. بسیار خوب. من کسی را میشناسم که در گروهی کار می کند که با کودکان درختکاری می کنند. آیا علاقه‌مند هستی؟ بله، خیلی عالی است. فرصت بی‌نظیری برای ارتباط با کودکان است. تو هم دوست داری با من بیایی؟ شاید. اما اگر بشود میخواهم کاری در ارتباط با بهزیستی انجام بدهم. دوست دارم به سالمندان و معلولان کمک کنم. اوه، مادر من به همسایه‌های سالمند در کارهای شخصی کمک می کند. دوست داری کمکش کنی؟ بله، دوست دارم. آنها به کدام یک از فعالیت‌ها خواهند پیوست؟ یک دانشجوی پسر و یک دانشجوی دختر در حال صحبت کردن در مورد فعالیت‌های داوطلبانه اند. آنها به کدام یک از فعالیت‌ها خواهند پیوست؟ شنیدم در این کلاس باید به یکی از فعالیت‌های داوطلبانه ملحق شویم و درباره آن گزارشی بنویسیم. می توانیم هر فعالیتی را که دوست داریم انتخاب کنیم. درست است؟ تو چه کار می خواهی بکنی؟ من هنوز تصمیم نگرفتم. من به بهزیستی علاقه دارم و همچنین میخواهم با دیگران ارتباط برقرار کنم. تو فعالیتی را انتخاب کرده ای؟ هنوز نه. من به مسائل زیست محیطی علاقه دارم. بنابراین به دنبال فعالیتی مثل پیوستن به گروه‌های حفاظت از طبیعت هستم. مثل جمع‌آوری زباله؟ خب آن هم خوب است. اما من فعالیت‌های گروهی را به فردی ترجیح می‌دهم. شاید مثلا جایی که بتوانم کمی تجربه رهبری کسب کنم. بسیار خوب. من کسی را میشناسم که در گروهی کار می کند که با کودکان درختکاری می کنند. آیا علاقه‌مند هستی؟ بله، خیلی عالی است. فرصت بی‌نظیری برای ارتباط با کودکان است. تو هم دوست داری با من بیایی؟ شاید. اما اگر بشود میخواهم کاری در ارتباط با بهزیستی انجام بدهم. دوست دارم به سالمندان و معلولان کمک کنم. اوه، مادر من به همسایه‌های سالمند در کارهای شخصی کمک می کند. دوست داری کمکش کنی؟ بله، دوست دارم. مدیر یک سوپرمارکت با یکی از کارکنانش صحبت می کند. آنها نانها را چگونه خواهند چید؟ نانهای پنیری جدیدمان فروش خوبی ندارند، مگر نه؟ خیر، شاید چون در قفسه بالایی بودند. بله، شاید برای افراد مسن بیش از اندازه بلند است. احتمالاً حتی نمی توانند آنها را ببینند. پس چطور است آنها را در قفسه میانی بگذاریم؟ به نظر خوب می آید. وقتی به فروشگاه می آیند، اول می توانند آنها را ببینند. و چرا روی این قفسه یک پارچه قرمز نیندازیم تا متوجه بشوند که این نان تازه ماست؟ بسیار خوب. پس باید نانهای رولتی را به جای دیگری منتقل کنیم. بالا یا پایین؟ فکر می کنم باید محبوب ترین قلم را در بالاترین قفسه قرار بدهیم. حتی اگر دیده نشود هم فروش خوبی خواهد داشت. پس باید نانهای فرانسوی را آنجا بگذاریم. چطور است آنها را در سبد بگذاریم تا جلب توجه کنند؟ فکر خوبی است. همین کار را می کنیم. پس نانهای رولتی باید در قفسه پایینی باشند. می توانی جابجایشان کنی؟ چطور شد؟ به نظر خوب می آید. ببینیم که آیا این کار تأثیری در فروش هفته آینده خواهد داشت؟ آنها نانها را چگونه خواهند چید؟ مدیر یک سوپرمارکت با یکی از کارکنانش صحبت می کند. آنها نانها را چگونه خواهند چید؟ نانهای پنیری جدیدمان فروش خوبی ندارند، مگر نه؟
خیر، شاید چون در قفسه بالایی بودند. بله، شاید برای افراد مسن بیش از اندازه بلند است. احتمالاً حتی نمی توانند آنها را ببینند. پس چطور است آنها را در قفسه میانی بگذاریم؟ به نظر خوب می آید. وقتی به فروشگاه می آیند، اول می توانند آنها را ببینند. و چرا روی این قفسه یک پارچه قرمز نیندازیم تا متوجه بشوند که این نان تازه ماست؟ بسیار خوب. پس باید نانهای رولتی را به جای دیگری منتقل کنیم. بالا یا پایین؟ فکر می کنم باید محبوب ترین قلم را در بالاترین قفسه قرار بدهیم. حتی اگر دیده نشود هم فروش خوبی خواهد داشت. پس باید نانهای فرانسوی را آنجا بگذاریم. چطور است آنها را در سبد بگذاریم تا جلب توجه کنند؟ فکر خوبی است. همین کار را می کنیم. پس نانهای رولتی باید در قفسه پایینی باشند. می توانی جابجایشان کنی؟ چطور شد؟ به نظر خوب می آید. ببینیم که آیا این کار تأثیری در فروش هفته آینده خواهد داشت؟ Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Persian ebook before it's gone.